سلام به دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه در زمینه کسب درآمد دلاری. بچه‌ها دقت بکنید، یک سایتی براتون آوردم که خیلی عالیه در زمینه سرمایه‌گذاری، ولی دقت بکن من یه ویدیو در مورد سرمایه‌گذاری ساختم که داخل دیسکریپشن لینکشو براتون میذارم و اینکه داخل چنلم هم هستش. دقیقاً اولین ویدیوی دیروز بهتره بگیم که اگه یادم باشه درسته، که برید نگاه بکنید. خیلی ویدیو باحالی شده اون ویدیو که نگاه بکنید به دردتون میخوره. کلی نکات مفیدی بهتون گفتم که کلی مثال زدم براتون که میتونید دریافت کنید. بچه‌ها لینک این سایت داخل چنل تلگرام هستش، وارد چنل تلگرام میشی و ثبت نام خودت رو با یه دونه ایمیل، یه پسورد، کد رفرال وقتی روی لینک چنل تلگرام کلیک بکنی به صورت خودکار پر میشه و روی ساین اپ کلیک میکنی. دقت داشته باشید که حتما آی پی و اینا اصلا مهم نیست، چی باشه، میخوای روشن باشه میخوای خاموش باشه، ولی دقت بکنید ایمیل و پسورد رو یادتون نره. پسورد مخصوصا. چرا پسورد؟ موقعی که خواستی برداشت بزنی از داخل سایت باید حتما پسوردت رو حفظ باشی و اگه یادت بره برداشت تموم شده. اینو بهت بگم که قبل از اینکه برداشت بزنی و واریز نکرد نگی چرا نگفتی. این از این گزینه. و بهتون گفتم یه سایت سرمایه‌گذاری پر ریسک، پولی که میریزی از کسی نباشه. روی گزینه ریچارج کلیک کنی. فعلا پولی که میریزی نباید مال کسی باشه. دقت بکن، نه از کسی قرض بگیرین نه مال کسی باشه و از این جور قواعد. دقت بکنید شما برای اینکه بتونید واریز خودتون رو از داخل بهتر بگیم از داخل کیف پولتون یا از داخل صرافی که دارید، هر صرافی هر کیف پولی فرق نمیکنه، دقت بکنید این آدرس تتر TRC20 تون هست که حتما باید دلار تتر یا بهتر بگیم تتر TRC20 باشه که اگه ارز دیجیتال دیگه خواستید بریزید به مشکلی بر نخورید. پس حتما تتر باشه. این از این گزینه. وقتی که این بهتر بگیم سرمایه‌گذاریتون رو انجام دادید، بازم بهتون میگم پولی نباشه که از کسی قرض گرفته باشید، پولی نباشه که بچه‌ها اگه ریختید و از بین رفت نیاز بهش نداشته باشید به اون پول. این از این گزینه. برای برداشتم روی گزینه ویدرا میزنیم بچه‌ها. از این قسمت در قسمت اول که الان دورش براتون خط میکشم، در اینجا مقدار، در این قسمتی که الان دوباره دورش خط میکشم در قسمت دوم آدرس تتر TRC20 هر صرافی هر کیف پولی که میخوای باشه مهم نیست، پسوردی که موقع ثبت نام ورود کردی رو وارد میکنی و روی کانفرم میزنی. مینیمم حالت برداشت $2 که شما موقعی که ثبت نام میکنید روزانه باید بیاید تسک های حل بکنید. تسک چی حل بکنیم ادامه ویدیو بهت میگم که بدون مشکل بتونی این کار رو انجام بدی. بازم دارم بهتون میگم دقت بکنید سایت سرمایه‌گذاری اگه سایت رایگان میخوای بعد بذاری آخر شب به 3-4 تا ویدیو مشتی معرفی میکنم که بری عشق بکنی. این از این گزینه. روی گزینه کمپانی پروفایل کلیک میکنیم. هر چیزی که راجع به این کمپانی بخوایم بدونید بچه‌ها اینجا براتون نوشته، از درصدایی که به عنوان زیر مجموعه بهتون میده، از چه سالی شروع به فعالیت کردن. این از این قضیه. یک اپلیکیشن هم بچه‌ها این سایت داره که میتونید دانلود بکنید که پیشنهاد من خود سایت هستش که الان داریم داخلش فعالیت میکنیم. به نظر من سایتش اوکی هست و بدون مشکل. مینیمم حالت واریزش هم $60، یعنی شما $60 بریزی روزانه $2.5 بهت پس میده. پس میشه که اگه باشه سایت یک درآمد خیلی زیادی رو بهمون بده. این از این قضیه. و بس گفتم این از قضیه، آقا دیگه نمیگم، معذرت میخوام. روی گزینه تسک میزنیم. از این قسمت روی کامپلیت تسک میزنیم تا بخشی که به عنوان مثلا سود میخواد بهمون بده رو ما الان دریافت کردیم. حتما باید بیا اینو روزانه کلیک بکنیم وگرنه بهتون نمیده. روی گزینه تیم اگه کلیک بکنیم با ثانیه شمار داره، یعنی 24 ساعت بعد دوباره میایید و کلیک میکنید. روی گزینه تیم میزنیم. از این قسمت یک کد رفرال داریم بچه‌ها با یک کد زیر مجموعه، لینک زیر مجموعه گیری. این دوتا چه فرقی با هم میکنن؟ دقت داشته باشید. کد رفرال بچه موقعیه که شما با لینک ساده وارد میشید و کد رو موقع ثبت نام وارد میکنید. اما لینک رفرال مثل همین لینکی که شما کلیک کردید و وارد سایت شدید با داخل چنل تلگرام گذاشتم، کد رفرال به صورت خودکار پر میشه. در 3 تا لول هم بهتون بچه درآمدتون رو میده. لول 1 و لول 2 و لول 3 که به ترتیب 10%، 3% و 1% از طریق زیر مجموعه هاتون بهتون درآمدش رو میده. این از این گزینه. پس خیالتون راحت باشه. روی گزینه VIP بچه اگه کلیک بکنید از این قسمت شما سرمایه‌ای که داخل سایت ریختید رو میتونید بیاید اینجا پلن هاشو بخرید که دقت بکنید یک پلن VIP 1، VIP 2، VIP 3 حالا هر چند تا که دلتون میخواد داره که باز متفاوته. دقت داشته باشید که پلن مثلا VIP 5 و 10 و ایناش بچه‌ها بعد $1000 بریزید.
چرا که درآمد خب روزانه مثلا گفته روزانه مثلا میگم $50,000 بدید، روزانه $10,000 بدید. میگم بچه‌ها اینا چرت و پرت اصلا کار نداریم بهش. و اینکه اینم بخش یا بخش پروفایل خودمون هستش که با لینکی که ثبت نام کردیم، ایمیلمون کجایه. حالا من میرم براتون برداشت رو هم میزنم، اثبات برداشتش هم بهتون نشون میدم. روی گزینه ویدرا میزنیم از این قسمت. حالا من ببینیم حالت برداشت رسیدم، چون سرمایه گذاری کردم آقا من یه پولی ریختم که نیاز نداشتم. الان برداشت من انجام شد که برداشت رو بهتون داخل اولی ویدیو بهتون نشون دادم که چجوری باید انجام بدید. برداشت ما انجام شد. بریم داخل نوبیتکس بچه‌ها تا برداشت اثبات برداشتش رو بهتون نشون بدم. و از مطمئنی سایت بچه‌ها چیزی نمیتونم بگم، چرا؟ چون واریز کرده، پس مطمئنه. خب ولی ممکنه سایت باشه 1 ساعت دیگه، ممکنه نیم ساعت دیگه نباشه. از این جور قبیل سایت ها خیلی دیدم، خیلی ضرر کردم، پس دارم بهتون با تجربه دارم بهتون میگم. این از این گزینه. بچه‌ها دقت بکنید، من الان آخرین تراکنشم رو بهتون نشون دادم و اینم که همین اثبات واریز این سایت بود. اگه خوشت اومد لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزن حتما. اینم موجودی من که دارید میبینید. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. امیدوارم به درتون خورده باشه و اون ویدیویی که در مورد سرمایه‌گذاری ساختم رو حتما نگاه بکن. چرا؟ چون خیلی داخل این بازار ارز دیجیتال به دردت میخوره. لایک رو بزن، کلا 5 ثانیه زمانت رو میگیره. وقتی از ویدیو خارج شدی لایک رو بزن و تموم شد. فعلا